به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، خدای متعال رو شاکر هستیم که توفیق رفیقمون شد در محضر شما در این ماه عزیز رجب، ماه امیرالمؤمنین، به شرح و خوانش کلمات مولا علیه السلام باز هم بپردازیم. بر اساس روش معهودمون این نوبت هم یکی از فرمایش‌های قصار حضرت رو با هم برمیرسیم و روی او هم نکات ترجمه‌ای رو و هم نکات شرحی رو انشالله باز خواهیم گفت. ملاحظه می‌فرمایید که 64مین کلمه قصار هست فرمایش حضرت در این نوبت، کلمه 64م: فوت الحاجه اهون من طلبها الی غیرها غیر اهلها. فوت الحاجه اهون من طلبها الی غیر اهلها. سخن به ظاهر ساده است، پیام‌های بسیار مهم و دقیقی رو این کلام در خودش داره که انشالله با هم تفحص میکنیم. دو تا مفرد داره که اینو بازش کنیم. کلمه فوت. فوت یعنی چی؟ آره، از دست دادن. فات از دست رفت. ما فات فات، اونی که رفت. کلمه اهون یعنی چی؟ آره، اهون یعنی آسان. حالا اینجا چون صفت تفضیل اصطلاحاً یعنی آسانتر، راحتتر، سهلتر. تو ترجمهش طبیعتاً نباید به چالشی بیفتیم، خیلی راحت ترجمه خواهیم کرد. عزیزان چند ثانیه مکث کنن، بعد بهترین ترجمه رو بگن در برگردان پارسی این جمله عزیز: فوت الحاجه اهون من طلبها الی غیر اهلها. خب بسم الله. از آقایون که ترجمه میکنه جانم. بله ممنونم، ترجمه خیلی خوبی بود. دیگه کسی کمک میکنه از بانوانمون؟ کسی فرمایشی داره؟ فوت الحاجه اهون من طلبها الی غیر اهلها. بفرمایید. بله خیلی خوبه، ممنون. جانم عزیزم بگو. بله الان یادتون باشه فقط میخوایم ترجمه خود جمله رو بگیم. الان تو پله ترجمه محضیم. هر دو نکته هم که بانو و آقا فرمودن عالی بود. ترجمه کاملش رو الان بگید، میخوام بنویسیم. لغت به لغت: فوت الحاجه اهون من طلبها الی غیر اهلها. بله بانو. از دست رفتن حاجت آسان‌تر از آن است که آن را طلب کنی از غیر اهلش. تمام شد. یه بار دیگه بگید بنویسیمش. از دست رفتن حاجت آسان‌تر از آن است که آن را طلب کنی از غیر اهلش. مرسی جانم. بله بهتر. آره بله همینطوره. بله حاجتت را از دست بدهی به از آن است که از نااهل بخواهی. همینه. اینجا آسانتر یعنی راحتتر، بهتر، نیکوتر. خوبه، متشکرم. آفرین. آره اصلا حاجتتو نخوای، لقایشو به عطاش ببخشی، چرا؟ چون مخاطب نااهله. حالا واضحش میکنی. خیلی جمله عجیبیه این جمله بسیار مهمیه. فوت الحاجه اهون من طلبها الی غیر اهلها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در
قاموس امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه واژه‌ای سترگه. در قاموس امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه واژه‌ای بسیار محوری است که هر کسی شیعه علی است امیرالمؤمنین از اون میخواد روی این محور به شدت تأکید کنه. اینقدر این محور برای امیرالمؤمنین مهمه که واقعاً نداشتن این محور به مثابه بیرون رفتن از مدرسه امیرالمؤمنینه. اینقدر واسش مهم علی این جمله، این قاموس، این محور. اسمش هست آفرین عزت نفس. تو فرهنگ امیرالمؤمنان این تعبیر فوق‌العاده مهمه. عزت نفس. کافیست یک کسی، یک مجموعه‌ای، یک موسوعه‌ای به نام عزت نفس بنویسه، بعد ببینه عجبا از در و دیوار امیرالمؤمنین درباره عزت نفس به شکل‌های مختلفی حرف میزنه. حرفش عزت نفس، اما زوایای مختلفی رو میکاوه و پیداش میکنه. این جمله که الان ما داریم میخونیم در باب نخواستن حاجات و درخواست نکردن از نااهله، اما یه پیام اصلی داره. عزت نفس تو بپا عزیزی، همه جا، حتی زمانی که میخوای یه چیزی بخوای. یعنی بین تو قاموس علی بین دو تا آپشن میمونی: رسیدن به عزت نفست، رسیدن به حاجتت از دست دادن عزت نفست. علی میگه حاجت رو حذفش کن، عزتت باشه. اینو بازش کنیم. ما یه چیزی داریم تو روانشناسی بهش میگیم سلف کانفیدنس. چی ترجمه میکنیم؟ اعتماد به نفس. ببینید یه تذکر بدم، تمام آنچه که ما در روانشناسی، در سایکولوژی، یه روانشناس، یه سایکولوژیست بحث میکنه، حوزه چیه انسانه؟ دیگه چی؟ شما الان گوگل کنید روانشناسی، میگه روانشناسی علم مطالعه چیه؟ کسی داره گوگل کرده؟ نه. چی؟ کجایید؟ رفتار. روانشناس میگه روانشناسی علم مطالعه رفتاره. خب حالا این رفتار رو شما بر اساس فرض بفرمایید که نیتت میکنی، شاکلت انجام میدی، ارث و دی ان ای، انوایرمنت و محیط، اما علم مطالعه رفتاره. خب اعتماد به نفسی که من روانشناس ازش تو روانشناسی صحبت میکنم ربطی به عزت نفس نداره. اینو خواستم بگم. ممکنه من اعتماد به نفس داشته باشم اما آدم عزیزی هم نباشم. تو جمع میتونم خوب صحبت کنم، حقمو خوب میکنم، میتونم استیفا کنم، اونچه که شاخصه های اعتماد به نفس من دارم، اما آدم عزتمندی نیستم. میدونی چی میخوام بگم؟ عزت نفس تو فرهنگ علی صفت روحه و روانشناسی اصلا کاری به روح نداره، چون فهمی از روح نداره، کار اصلا ربطی و دستی به روح نداره. و اتفاقا در روانشناسی ما اصلا منهای روح زندگی میکنیم. مثلا روح یعنی چی تو روانشناسی؟ و یک تذکر دوستانه بدم، شما هیچگاه از یه روانشناسی که روانشناسی خوب خونده باشه، نه روانشناسی یکی هم خونده باشه، توقع نداشته باشید پای خدا رو بکشه وسط. اصلا روانشناسی به خدا کار نداره. اگر من روانشناس درستی باشم مثلا منهای خدا، واسه خدا یعنی چی؟ خدا اگه بیاد تو روانشناسی میشه چیز دیگه. دقت میکنید؟ میشه چیز دیگه. حوزه روحی هم که ازش صحبت میکنیم، باز منظورمون چی نیست؟ اسپریت نیست، سول. این منظورم روحه. روحی که شما بهش میگید جان، بهش میگید نفس، مرگ نداره. من وقتی میمیرم روانم میمیره دیگه. من آدمی هستم که خجولم، آدمی هم که زود استرس میگیرم، آدمی هم افسردم. این همه صفتای چیه منه؟ روانمه دیگه. وقتی میمیرم روان منم میمیره دیگه، جسدم میمیره دیگه. یه اوصافی هست مال روحه. مثل عقل، خیلی دختر عاقلیه. این عقل کجاشه؟ صفت روحشه. با مرگش که روح عقلش که نمیمیره که. خب میخوام بگم
ببینید کلام مولا کجاست، جنس و ارزش کلام مولا رو اول بشناسیم چیه. این بحث روانشناسی نیست. اینو چی میخوام بگم؟ صفت روح آدمه که عزت داره و روح آدمه که عزت نداره. صفت روحه. و اصولاً این نکته رو دقت کنید، اصولاً تنها جایی که شأنیت داره از روح بحث کنه دینه. چون در غیر از این اصلا دین روح تعریفی نداره اصلا. شما هیچ دانش بشری ندارید که تو اون دانش بشری روح تعریفی شده باشه اصلا و نسبت بهش کاری و پردازشی صورت بگیره. لذا اگر من یه تذکر بدم عزیزان، ما دو نوع وسواس داریم. خب یه وسواسی هست من حتما باید برم پیش تراپیست، دارو میده درمانم میشه. اون زمانی که وسواسم ناظر به روانمه. اما وقتی میشه یوسوسو کیه ایشون فی صدور الناس، دیگه اون وسواس کار روانشناس نیست، چون اون وسواس به جان روح من افتاده. این وسواس طفلی نه، هزار جور مسئله است. من ناخونمو میجوام، نمیدونم فرقی میکنمش، استرس میگیرم. اینا صفاتای این وسواسای چیزمه. این روانشناسی حلش میکنه، نگرانش نباشید. اما یه وسواسیه که به جان این میفته که جاش هم اینجا صدوره، که دیگه این کار دارو نیست. اصلا جنس درمانش یه جنس دیگه است. جنس پردازش و پاک کردن روحه. اصلا یه چیز دیگه است قصهش. خب اینا هی دارم مثالای مختلف میزنم که کلام مولا جایگاهش مشخص باشه. و عنصر روح رو شما فقط در فضای دین میتونید معنا کنید. اونی که خالده، اونی که زندگی ابد داره، اونی که قراره حیات طیبه پیدا کنه، اینا همش روح انسانه. یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی ایشون. ارجعی، به کی داری میگی تو ارجعی؟ به روان که نمیگه ارجعی، که به جسد که نمیگه ارجعی، که به روح میگه ارجعی، برگرد و بمان. خب مسیر دینداری یکی از شاخصه هاش اینه که دیندار رو عزیز تربیت میکنه، عزتمند تربیت میکنه. خب قبل از اینکه باز این کلمه رو پس خواستم بگم این اعتماد به نفس نیست که من راحت یک مثلا ویندایرم، یک گلسرم، به شما یک مدل میدم میگم عزیزم اینا رو انجام بده اعتماد به نفس حل میشه. یک مدل خیلی مهم مثلا بهتون بگم، ایشون رو میشناسید، اسمش رو رفت از ذهنم یه دفعه، صاحب کتاب دیل کارنگی. اصلا کارنگی که خب آدم معروفیه دیگه، اصلا مؤسسات تانک کارنگی تو عالم معروفن، مثلا تو بیروت مؤسسه تانک کارنگی خیلی مهمه. آره اونی که ما بهش میگیم چی، کارنگی، مثل نارنگی، این رفتی به ایشون نداره، اون کارنگی. یک کتاب داره، کتاب جالبی، آیین سخنوری، خیلی جالبه. میگه من اعتماد به نفس سخنرانی نداشتم، وقتی توی جمع حرف میزدم استرس میگرفتم، حفظ میکردم و دست و پام قاطی میکرد. مثلا میگفتم خورشیدی در آسمان، حالا آسمان اونجاست خورشید اونجاست. یکی بهم میگفت برو تو ایرلند یه قارای کوچولویی هست که اندازه، تو کتابش نوشته اندازه یه آدمیه، اونجا چاقو کار بذار تو این قار به اندازه سایز خودت، که مثلا وقتی میخوای بگی خورشید اگه بیش از حد دستت به چاقوها بخوره. میگه اینقدر زخم خوردم که به یه سخنران بزرگ، سخنرانی کارنگی معروفه دیگه، خیلی بزرگ، رابینز دیگه، من مدلم به اسمم کارنگیه. این اعتماد به نفسه. این اعتماد به نفس یعنی یه مدل دیگه، من بلد نیستم مثل پارک دوبل یاد میگیرم، سخنرانی بلد نیستم یاد میگیرم. اینا همش اسکیل، مهارت، ربطی به ایشون نداره. ممکنه تو اعتماد به نفس عالی هم باشم اما عزیز نباشم. اینا رو دارم میخوام بگم که گول نخورم که اگر من بر اساس مهارات آدمی شدم سراسر دارای اعتماد به خویشتن خویش، کماکان بپرسم آیا عزتمندم هستم یا نیستم. خب عزتمندی کار دینه. فرمایشی نداری تو اینجا جان؟ شاید اینجوری باید بگم که میشه اول بگید
کدوم بخش اعتماد به نفس رو نداره؟ بگیم اگه اسکیل و مهارت نه اشکال نداره. میتونه آدم عزتمندی باشه، سخنور در جمع نباشه، اینو اسکیل رفتی به عزتمندی هم نداره. یعنی روحش قوی هست، یه سری حوزه ها رو تمرین نکرده. از ارتفاع میترسه اما آدم عزتمندی. از مرگ نمیترسه، از ارتفاع میترسه. اونم تابع اتفاقیه، اونم میشه شما درمانش بکنید. اما با شما موافقم یه اعتماد به نفسایی هست که تو اونجاها اگه نداشته باشه تو عزتش هم آسیب میخوره. خب حالا اینو من میخوام یه متضاد واسش بنویسم. در مقابل عزت نفس ما چی داریم؟ ذلت نفس داریم. یعنی انسان یا عزیز است یا چی؟ ذلیل. این کلامی که از آقا داریم میخونیم، فوت الحاجه اهون من طلبها الی غیر اهلها، داره عزت نفس آدمی رو حرکت میده. ببینید خود کلمه عزیز تو لغت کسی میگه لغت عزیز یعنی چی؟ لغتش. باریکلا، آفرین. عزیز یعنی سخت، سفت، نفوذناپذیر. یعنی آب میاد تو زمینه، این زمینه عزیزه که کشاورزی نمیخوره، این زمینه عزیزه یعنی نفوذ نمیشه کرد توش. دقیقاً ذلیل برعکسشه. یعنی به یه شتر میگن شتر ذلول، یعنی شتر راهوار، همه جور میره، همه سوارش میشن، هیچ لگدی نمیزنه، بشین میشینه، بلند شه میره. شتر راهواره. اونجاها مثبت البته دیگه، صفت انسان که میشه مشکل پیدا میکنه. این خود بحث امروز بحث دقیقیه. ما فقط در مقابل یه نفر اجازه داریم ذلیل باشیم، اونم کیه؟ خدا. و کسانی که خدا به ما فرمود در برابر اونا ذلیل باش، ولا غیر. یکی درباره خودشه که خب دیگه اوجش میشه چی؟ مناجات کوفه. الهی انت العزیز و انا الذلیل. یعنی وقتی جایی که علی میگه من ذلیلم، دیگه جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد، این که خب معلوم باشه. اینم واقعا چیز الا کلنگه. هر چه ذلیل‌تر باشم در خانه خدای متعال، اون برای الا کلنگ بلندتر. یا جاهایی که خدا میگه ذلیل باش، مثل کجا؟ مامانم، بابام، چون تو گفتی یا و الا جلوی اونم من ذلیل نیستم، اما چون تو گفتی چشم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ذلیل مامانت باش، یعنی واسه خودت قدرت داری، شهرت داری، مکنت داری، ثروت داری، دانشمندی، فقیهی، هرچی اینجا که هست. این چقدر تشبیه قشنگه. عقاب عزیز دیگه. جناب عقاب، وقتی پیش مامان عقاب میای، اینقدر پراتو جمع کن که بشی فرخ، بشی جوجه. این میشه معنی ذلیل. خیلی تعبیر قشنگه. هرچه جوجه تر بشی عقابتری اتفاقا. یعنی بال و پر کنایه است. بال و پر قدرت، بال و پر ثروت و بال و پر و هر بال و پره. و هرچی خدا اجازه اگه داده باشه در مقابل کسی من ذلیل باشم، قصه از همین قرار. اما در برابر غیر از او ابدا من حق ذلت ندارم. حالا اون چی گفتم سخته، میخوام چند تا کلمه رو اینجا بنویسم. ما باید بین اینا تمیز بدیم، بین تکبر و متکبر، بین غرور و مغرور، بین عجب و معجب، بین عزت و عزیز. این 4 تا کلمه است که یه خود راهزنی میکنه تو بحث ما. خب عزیزان خیلی این بحثا رو خودشون رو پیگیری کردن. میدونید اینا کلن منفیه، یعنی ما تکبر و غرور و عجب و بالکل نهی شدیم. حتی یه تشبیه خود مولا داره نسبت به تکبر، میگه یه لباسیه که فقط خدا تنش میتونه بکنه، هر کی تنش کنه تنش زار میزنه. لباس تکبر، لباس غرور، لباس عجب. لذا خدا متکبره.
و این لباس برازنده قالزا اسمش هو المتکبر. اینا که مشخصه. میخوایم عزت رو یه تعریفی بکنیم که این تعریف توی این دستاندازا نیفته که بعد عزت نفس رو میخوایم اینجا باز کنیم. عزت نفس عبارت است از ارزشمندی شخص. این تعریف خیلی تعریف مهمیه، اینه که فرق بین تکبر و غرور ایجاد میکنه. ارزشمندی شخص برای خودش از انجام کاری که او را از انجام کاری که از مسیر رضایت خدا دور باشد را منع می کند. این میشه عزتمندی. یه ارزشمندیه که یکی واسه خودش داره، اما این ارزشمندی داره یه اتفاقی ایجاد میکنه. خودش واسه خودش ارزشمنده و این ارزشمندی باعث میشه از انجام یه کاری که اون کارو خدا نمیپسنده دور بشه. اسمش میشه عزت نفس. به این معنا انسان عزیزه، یعنی ترمزه، یه جور مانعه، یه جور ادیته. حالا تکبر و غرور و عجب چیه؟ ارزشمندی شخص برای خودش که باعث می شود از کارهایی که خدای متعال میپسندد دور بشود. یعنی فقط تو هدفه، یعنی اینم خودش رو قبول داره، اونم خودش رو قبول داره، اما این قبول داشتن در مسیر رضایتمندی خداست، این در عکس اون، در خلاف اون داره حرکت میکنه. به این معنا انسان عزیزه و از انجام هر کاری که یکی از محرمات اینه، ما وقتی کبائر رو میشمریم، انجام هر کاری که به این عزت نفس انسان لطمه بزنه. حق ندارم انجامش بدم. یه چیزی بشمارم، اگه با این خطکش بخوایم بریم واو جامعه‌مون بیچاره است. به ما گفتن که ایاک ان تذل نفسک، نکنه خودتو ذلیل کنی یا خودتو ذلیل کنی یا. میپرسه که یبن رسول الله و کیف اذل نفسی، چجوری من خودمو ذلیل میکنم؟ فرمود قبول کنی مسئولیتی رو که میدونی از پسش بر نمیای. خیلی با نمک. حالا یه تو اورانوس من آدمایی میشناسم که سبقت میگیرن، شام میدن که برسن به مسئولیتایی که به قسم حضرت عباس میدن از پسش بر نمیاد و ذلیلم میشه. اما بالاخره هست دیگه، بالاخره چون باید بریم بالا. یکی از اون بحثایی که نمیتونم نسبت به کاری که میدونم من این کار رو نیستم، چون خیلی عزیزم، خیلی واسم خودم ارزشمندم، نمیخوام یه سمتی رو بپذیرم که میدونم توش این کار نیستم، از پسش بر نمیام، این کار رو بلد نیستم این کار رو انجام بدم، من نمیتونم این کار رو این خیلی مهم و ارزشمنده. و این قاعده تو کل زندگی ما. من اینقدر آدم با تقوا میشناسم. ما یک صندوق خیریه زدیم، از فامیل و رفقا اینقدر پول جمع کردیم، میای مسئول خیریه بشی؟ چرا؟ به خاطر این پینه پیشانی و نماد شب و دیگه باشه، اگر قرار به بنده است بیام انجام. لذا خیریه و پول و همه چی رو به باد میده. نه که بی تقواست، این کار نیست. یعنی من تخصص انجام یک کاریو ندارم، وقتی میپذیرم ذلت به سراغ من میاد. چجوری؟ من تو توانش نقص به وجود میارم، تو انجامش نقص به وجود میارم. لذا علی سلام الله علیه وقتی به مالکش میگه آدم انتخاب کن واسه کارات، یکی از آیتماش اینه من اهل البیوتات الصالحه، یک اینکه آدمی باشه که سر سفره بزرگ شده باشه، دو من اهل العلم، این کاره باشه، بتونه این چرخ این آدم بچرخونه. و این تو زندگی ما خیلی موضوع مهمیه. خب فرمایش تو ایجاد ندارید تا الان تا اینجا؟
مشکلی نیست، مسئله نیست. حالا کلام آقا رو دوباره بخونیم. آفرین. ببینید آفرین، درود خدا بر شما. ببینید اصلا اگر یه زمانی خواستیم شاخصه های انسان عزیز رو بشمریم که الان بحث ما این نیست، 7-8 تا شاخصه انسان عزیز داره. یه آدمی که عزت داره و عزیزه 7-8 تا شاخصه داره. یکیش حیاست. حیا. چرا حیا مال عزت نفسه؟ چون حیا عبارت هست از کی حیا رو تعریف میکنه؟ یکی حیا رو تعریف کنه. حیا چیه؟ تعریف کنید. دیگه کی؟ تعریف کنید. جونه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. مرسی. خیلی خوبه. عقل رو آوردید وسط، خیلی خوبه. بگید خانم، حیا چیه؟ آره، این میشه معنای حیا. حیا یعنی مدیریت خود، مدیریت خودم. حیا در زمان کار خوب نیست، حیا هر جا کار بده حیا میاد وسط. حیا مدیریت خیشتن در زمان انجام یک کار بد و قبیح، به شرطی که حالا شروطش بحث الان ما نیست. چرا صفت عزیزه؟ چون عزیزم خودشو مدیریت میکرد، نفسشو اجازه نفوذ و رسوخ هر چی بهش نمیداد، با مدیریت این کار رو انجام میداد. خب حالا کلام رو دوباره میگیم، بعد به سراغ برگاهان. فرمود فوت الحاجه اهون من طلبها الی غیر اهلها. کلام یه خورده ببرم. امیرالمومنین با طلب حاجت مشکل نداره. نفرمود هیچگاه حاجت از کسی نخواه. این همچین حرفی نیست. توی این حدیث یک پیام پنهانی اصلی وجود داره و اون هم پایش چیه؟ عزت نفسمونه. خب مشکل آقا با کجاست؟ غیر حضرت با اینجا مشکل داره. با اینجا مشکل داره. میگه اگه یه آدمی بود که غیر اهل بود، کسی غیر اهل رو توی این حدیث معنا میکنه یعنی کی؟ از بانوان غیر اهل یعنی کی توی اینجا؟ طرف اهل نیست. یعنی چی اهل نیست؟ آفرین. غیر اهل یعنی کسی که فرمول و قاعده پاسخ به حوائج انسانها را نمیشناسد، یعنی نااهل. نمیتونی حاجتش رو روا کنی؟ عذرخواهی کن. میتونی روا کنی؟ روا کن. اما اگه منت گذاشتی، اگه تحقیر کردی، اگه تخفیف کردی، اگه میتونستی بلکه بهونه گرفتی که دنبال خودت بکشونیش، دین میگه تو نااهلی. آقا من که نماز شب ها میخونم. نه، تو اهلیت پاسخ به حوائج مردم نداری. اگه یه همچین آدمی بود طرف مقابلت، اصلا حاجت تو نخواه. اونی که واسه من مهمه عزت نفس شماست. این یه مثاله ها، نه فقط این. بعد حاجت هم اینجا اصلا حضرت مثال نگفتن، هر حاجتی میتونه باشه. یه چیزی من اخیراً تو ابن عبدالحدید دیدم که واقعا 2-3 هفته از شیدا مفتون این سخنم. ایشون نقل میکنه تو تاریخ امیرالمومنین، خیلی لذیذه، یه تکه شکر و حلواست. فدا این آدم باید شد دیگه، یعنی فقط باید دور شرخید، دور سر شرخید. خب امیرالمومنین تو کوفه داره حکومت میکنه که یه روز از مردم خواست که جمع شید. همه جمع شد. جونم یا علی، فرمود که تو این سالهایی که بر شما حکومت میکنم میخوام بیلان بدم بهتون. 1، تمام مردم آب آشامیدنی سالم دارند. علی گروه گذاشته بود سلام الله علیه، از فرات و دجله آب تو خونه مردم تقسیم میکردند. تمام مردم نان گندم سالم میخورند. حالا خودش باید با اون زانوش میشکند نون جوشو. و هیچ کس محتاج مسکن نیست. تو کوفه‌ای که دست کم 4 تیپ زندگی میکنن: خوارج، اقلیت های مذهبی، عثمانی ها و علوی ها شیعه علی. نگفت للمؤمنین و المسلمین و المسلمات.
اهل کوفه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این شد بیران علی. خب حالا توی همچین حکومتی ابن ابوالحدید میگه که یک آلاچیق به قول من علی درست کرده بود، یه آلونک، یه دکه، اسمشو گذاشته بود بیت القصص سلام الله علیه. کسی معنا میکنه یعنی چی؟ چی؟ نه قصص، قصه ها، خونه داستانا. فکر میکنید یعنی چی؟ جان؟ آره ببین اولا نه خانه بیت الفقراء، بیت الحوائج، خونه داستانا. هر کی داستانی داره که توی کوفه علی این داستانه برآورده نشده بنویسه بندازه. بعد گشته بود تو اصحابش، پاکترین رو پیدا کرده به نام مالک اشتر، مسئول جمع نامه ها بود. خواننده نامه ها که بودن؟ علی و حسنین. مالک میگه گفتم که فدای تو، خب بگیم صف بکشن دیگه، چرا حالا بنویسن؟ چرا خب بگیم صف بکشن، کسی قصه ای داره بگه. علی فرمود نمیخوام وقتی قصه شو میگه عزت نفسش زمین بخوره. حتی حاجتشو از علی که میخواد میگه حواست به رنگ صورتت باشه ها، زرد و سرخ نشی. بعد ابن ابوالحدید میگه بیشتر نامه ها رو که چون حاجتی نداشتن ملت همه رو برآورده بود، بیشتر نامه ها رو که جمع میکردن فحش بود به علی و پدر و مادر علی. خوارش نوشته بود، اما بیت القصص بود سر جای خودش، بنویسید، فحشم میخواید بدید ها، فحشت هم بده، اما لابلای فحش یکی حاجتی هم داره دیگه. این میشه امیرالمومنین، باز فدای این میشد دیگه، بعد دور سر این چرخید. دقت میکنید؟ خواستم قصه حاجت خواهی حتی از امیرالمومنین. آقا میگه بگم حالمون رو خوب میکنه دیگه. گفت که آمدم خانه امیرالمومنین، در زدم. آقا فرمود که کاری داری؟ نمیدونیم کیه این آدمه، نمیشناسیمش کیه. گفتم که آقا یه کاری با شما دارم. گفت بیا تو. گفت غروبی بود، تاریک بود. حضرت چراغ رو روشن کرد. فرمود که بگو کارتو. تا اومدم لب واس کنم گفت وایسا. رفت فوت کرد، چراغ خاموش شد. میگه من فکر کردم علی میخواد اسراف نشه مثلا این چند لحظه. حاجتمو خواستم، گفتم قرضی دارم. حضرت فرمود من تازه تقسیم کردم بیت المال، سهم خودم هست، اینو بگیر، اینقدر دیگه برش گردون. میگه بلند شدم برم، گفتم که خب چراغ خاموش کردی؟ گفت خواستم تو تاریکی بگی نه تو روشنایی. پس فوت الحاجه اهون من طلبها الی غیر اهلها. تو هر جا یهو دوربینمو سریع فوکس کنم رو خودمون. گاهی اوقات میبینی یه دختر خانوم، یه آقا پسر تو مسائل ازدواجش یه درخواستایی میکنه، اما عزتت میخوره زمین. به چه قیمتی؟ میخوای اونو به دست بیاری به صرف از بین رفتن عزتت؟ اگه باید، من چون داشتم توی اطرافم دیگه، فلان لوس رو میخوام، فلان فرش، و میجنگن سر این موضوع، میدونید؟ کل کار به گیس و گیس کشی و گریبان و گریب، و آخرم میرسه بهم. اما به چه چیزی؟ به چه قیمتی؟ تو اون جایگاه دیگه نداری. این یه قاعده است، حفظ عزتمندی. گفت چی؟ کهن جامعه خیش آراستن به از جامعه عاریت خواستن. بریم سراغ کلمات آقا. خب بفرمایید. کجایید اینا؟ خب چرا؟
چرا؟ اتفاقا نکته خیلی قشنگیه. یه مثال واضح بزنم. ببینید یه خانومیه داره تو زندگی توسط همسرش اجحاف میشه، بهش ظلم میشه، تحقیر میشه، تنقیص میشه، تخفیف میشه. خب واقعا هم عزت نفس او داره زیر سوال میره. خب یه مثال بگم براتون. تو همین اوضاع احوال اقتصادی گل بلبل گفت که بابای ما اینجوریه، مامانم تا قاشق و بر میداره ببره تو دهانش، بابا میگه که ببین فلانی همون گوشتی که توی قاشقت هست میدونی چند شده الان؟ این طفلی حناق میبره پایین دیگه اصلا. میدونید قصدش هم اینه که بگه مثلا ببین وای به کجا رسیده است، یک مثلا ران نمیدونم جناب گوسفند مثلا میخواد چیز بگه او چی؟ آره اما داری چی کار میکنی؟ این لهش میکنی دیگه این آدمو. فرض کنید این اتفاقی داره میفته. به نظرم با تعریفی که از عزت نفس کردیم جواب این سوال داده میشه. جوابش اینه: عزت نفس، ارزشمندی انسان در مسیر رسیدن به رضایت خدای متعال. اگر من خانم بینی و بین الله، یادتون باشه اینجا یقین میخواد، اینجا علم میخواد، فهم میخواد، نه اینکه خب از خونش برم چه خاکی به سرم کنم، کجا برم، اینا نیست دیگه. اینا تمام شد. اون که دیگه یعنی بالاخره در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره، اینا نه. اگر بینی و بین الله رسید به این که این صبر خدا میپسنده، اسم کار این خانم عزت نفسه. یادتون باشه عزت نفس امضای خدا میخواست، برای همین گفتم روانشناسی نیست، اعتماد به نفس نیست. واسه همین خدا در کلام حجت خدا میفرماد اون خانم من صبرت علی عزا، این که اینجوری میگه دارم سرچ میکنم توی مثلا رایانه نگید چی مثلا هزار مثلا نیلبکی فلوتی چیزی نیست، اینو سرچ کنید. من صبرت علی عزا زوجها، اون بانویی که بر اذیت شوهرش صبر کنه. چه خدایا خب این که داره تحقیر میشه، نه تعظیم میشه. صبوری کن. من این نکته مهم تو ذیل فرمایش شما بگم، عزت نفس محدود به اینجا نیست. یعنی عزت نفس آدمی تو پاییزه که شمرده میشه. بذار خدا بشمره اون موقع. بعد حالا جالبه، ممکنه من شوهر زبونم لال فکر کنم چقدر قدرتمند و چقدر دیدی یه حرف میزنم همه. نه بذار بشمارم تو فصل پاییز خواهی دید که چه اتفاق، به تعبیر اون کلام اهل بیت، اون زمانی که خدای نکرد یک شوهر مستبد ببینه که جهنم رفتنش به شفاعت خانومش یا رفتن بهشتش به شفاعت اون خانم صبورش هست، اون موقع چی تأکل و شریف لش، اون موقع میمونه که آیا قبول میکنه یا نه. پس این قصه مال اون فضا هاست، مال اون نکاتی است که اونجا عرض میکنه. با اون کیسه آره دیگه، آره همینه دیگه. حالا خب نه بالاخره تلاش میکنه، مدیریت میکنه. یادتون باشه اون من صبرت به معنای سوختن و ساختن نیستا، یعنی برگه رو بالا نمیگیره، نمیخوامش تا جایی که میشه بالا نگیره. یه جایی بالا گرفتن عقله ها. بریم سراغ کاغذمون، پشت برگه. بله خانم. ها بگم باش ته برگه بگم اشکال نداره که برسم به اینجا. چند تاشو میگم خیلی خوبه. یعنی عزتمندی به صفت دیگه، به اسم نیست. من ممکنه آقای عزیز، آقای دکتر عزیز، خب اون چیزی که ندارم عزت. شاخصه ها رو باید شمرد. خب حالا این چند تا خانواده معنایی بخونیم. جملات عجیب غریبیه از کلمات اهل بیت، همه مثالاست توی این که هی مصداق، هی کیس استادیه. بعد شما تو زندگی خودت، من تو زندگی خودم هی اینو منطبقش میکنیم. کلام اول پس تو نحو بلاغه است. میخواستم اینو بذارمش تیتر برگه، حالا جابجا کردم. کلام خیلی لذیذه. آقا میفرماید ما او وجهه که، یعنی چی ما او وجهه که؟ پس این کلام ما از اینجا گرفتیم. آب رو، ما او وجه یعنی آب رو.
ما و وجهک، اگر سوالات درس علوم باشه جوابش سخته. آبرو گاز است، جامد است، مایع است. علی میگوید ما و وجهک جامد، آب روی تو جامده. یقطره یا یقطر، هر دوش درسته، یا یقطره از سؤال، چی میچکوندش؟ درخواست. حاجتات میچک، تا اینجا هیچ اشکال نداره ها، تا اینجا هیچ اشکال نداره. آب روی آدمی جامد است، درخواست های آدمی آب روی آدمی را میچکاند. چکه چکه. حالا فانظر عند من تقطره، این حرف اصلی علی است سلام خدا بر امیرالمومنین. فانظر عند من تقطره، آفرین، ببین پیش کی میچکونیش، یعنی باز پیش اهلش بچکونش. این حاجت آقایان بانوان، حاجت ها. من مثال بزنم، گاهی اوقات اینقدر یه عده بدن خواستگاری میکنه. خواستگاری چی اسمش؟ حاجته. سوال دیگه یه درخواسته. خواستگاری میکنه اما نوع برخورد به نوعی است که حیثیت رو به باد میدن. معذرت میخوام خیلی از حرفی که دارم میزنم عذرخواهی میکنم. یه جوانی پدرش به رحمت خدا رفته بود، یه آقایی رو آقا واسطه کرده بود به یه خانواده‌ای زنگ زده بود که آقا پسری هست، من شما قبولش دارم، پسر اینه، جز پاکیزش ندیدیم، پدرش به رحمت خدا رفته، من در حقش خواستم پدری بکنم اگر اشکال، همون که غلامی و این حرفی که بلدیم. گفت پشت تلفن نهیب میزد که بی حیا. چی؟ آها، تو به چه اجازه‌ای به خودت دادی که به خانوادی که هیچ نسبتی نداری زنگ بزنی؟ ما رو چه به اینا هستن؟ مگر کفیت، یعنی باز رفت تو جایی که علی اونجا نرفته، کفیت برو تو جای دیگه. یعنی یه سوالی کرد، اما گاهی میخوام بگم این حرف به من و شما داره یه پیام دیگه هم میده ها. نسبت به حوائج مردم چگونه هستی؟ یه بار میگه تو چگونه حوائج میخواهی، با حاجتهای مردم چه میکنی؟ هزار داری به من 200 تومن قرض بدی، به من حاجت خواستن دیگه، چجوری جواب میدم؟ ای بابا همه جا دوراتو زدی پیدا به سراغ ما اومدی؟ این جواب دیگه. یعنی بعضی اوقات من بلدم آدم رو یعنی استاد تذلیلم اصلا، یعنی ذلیل میکنم. من یک نکته رو خودم تو زندگی چشیدمش، اگر یکی رو ذلیل کنم بدجوری خدا پشتش در میاد ذلیلم میکنه. اگه یکی رو عزیز کنم بدجوری خدا پشتش در میاد عزیزم میکنه. همین چند دقیقه پیش حسینی کاشانی فرید عزیز همین بحثو میکردیم، یه چیزای عجیب واسه خدا مهمه، عجیب مهمه واسش، هیچ هم نمیفهمی چرا آخه اینقدر این واسه تو مهمه. یکیش آدمیه که من ذلیلش میکنم و آدمیه که من عزیزش میکنم. یه عزیز میشناسم به رحمت خدا رفت، گفت که اون آقاه نقل میکرد، گفت که معلم مدرسه علوی بودم سالها قبل، مثلا یه حرف مال سال 44 45 43 است. گفت اومدم خونه این آقاه توی ملا صدرای اون موقع، گفت نشستم و چای آب رفیق بودیم با هم، گفتم که خونه رو چند خریدی؟ خونه خریده بود. گفتش که اینقدر. گفتم اوه ما مگه تو خواب شبمون ببینیم این خونه رو مثلا خونه دار بشیم مثلا اینجوری. گفت چای رو خوردم، گفت که چقدر حقوق میگیری؟ حالا اون آقا هم یه آقای معمولی که بعد از سالها استیجار خونه دار شده بود. چقدر حقوق میگیری؟ گفتم که اینقدر. گفت چقدر اجاره میدی؟ گفتم اینقدر. گفت بعد اجاره چقدر مونده؟ گفتم اینقدر تایم مونده. گفت اینجا اجاره کن. گفتم اینجا رو؟ گفت آره.
گفتم واسه چی؟ گفت من نیت کردم این خونه مال تو باشه، اجاره به شرط تملیک. گفت اینقدر نگرفت و اینقدر گرفت و اینقدر کم. نفهمیدیم چطور شد سر سال شد مستاجر، من شدم خونه دار. خب اینو 100 بار گفته که اگر نبود کار اون آدمه من هیچگاه تو عمرم خونه دار نمی شدم. خب بعد جامعه رو که برمیرسی عالمو ببینی خدا چطور پشت سر این در اومده. همه جا تو هر جا بوده یه تکه عزت. عزت هم لزوما پول نیستا. میفهمی عزت یعنی چی؟ یه چیزی که اصلا میجوشه. برای هممون یه درس و پیام خدا روی این که میتونستی عزیزش، خدا عزیز میکنه یعز من یشاء، اما تو میتونی موجبش باشی عزیزش کن. عزیزش کن. این قصه رو من از یه بزرگی شنیدم. این آدمو ندیدم، شاید دوستانی تو تهران دیده باشن ایشونو. حاجی مقدس. یه کسی نقل میکرد گفت حاجی مقدس مرد، تو مسجد ارک ترحیمشو گرفتن، بزرگان تجار جمع شده بودن و مرحوم های فلسفی هم منبر رفت و یه مدعای عزیز مدعایی کرد و اومدن دعا کنن. یه کت شلواری جنتلمن تاجر بازاری بزرگ بلند شد گفت که 2 کلمه من بگم بعد دعا کنید. بفرمایید میکروفون خدمت شما. گفت که یه آقا دزدی بود، دزد جوانی بود که از شدت نداری شبا خونه مردم دزدی میکرد. یه شب کوچه پس کوچه رو اشتباه گرفته بود، رفت 2 نصف شب از دیوار خونه مردم بالا، رفت داخل خونه، 4 تا قالیچه و فانوس و گرسوز بود جمع کنه، پاش گیر کرد به یه جای تقی توقی، چراغ روشن. فهمید ای بابا به کاهدون زدیم خونه حاجی مقدس. حاجی مقدس بیدار شد و چشاشو مالوند و تا آقا دزد رو دید گفت که مرد حسابی قرارمون 2 نصف شب بود، گفتی 9 میام که. آقا دزد گفت که قاطی کرده حاجی طفلی، با این صداها بیدار شده. گفت باشه بشین ببینم. گفت منو نشوند، با اون تلفن قدیمیای سیاها شروع کرد 110 اون موقع رو گرفتن که فکر میکرد 110. دیدم بعد از چند دقیقه یکی در خونه رو زد، یه وانتی بود. حاجی در رو باز کرد، وانتی اومد، گفت که جمع کنی خرت و پرتا رو. جمع کردیم، گذاشت عقب وانت، منم سوار کرد تو وانت. به وانتیه گفتش که این رفیقمون ساعت 9 قرار داشته بیاد اینجا، فقط تو رو خدا تا خونه بهش بگو مرد و قولش 9 میگی میام 9 بیا، نه 2 من صبح باید نماز برم. گفت وانتی هم آقا دوزده رو تا خونه ارشاد، مرد مومن خونه حاجی قرار میذاری 9 برو دیگه بنده خدا. گفت ارشاد کرد و رسیدیم خونه. گفت صبح اومد تو صف نماز جماعت حاجی مقدس، سلام کرد، گفت حاجی معذرت میخوام، به خدا نداشتم که دزدی کردم. گفت چیو میگی؟ گفت حاجی قاطی کرده. گفت منم اونی که 9 قرار داشتم 2. خب آقای بدقول. گفت حاجی گفت که اگه ریش گرو بذارم حاضری صاف و ساده کار کنی؟ گفتم حاجی به تو قسم حاضرم کار کنم. تشریف بیارید شما. یه بازاری رو صدا کرد حاجی، گفت که این داداشی ما رو حاضری به شاگردی قبول کنی؟ گفت حاجی جون بخوا. گفت شدم شاگرد فلان تاجر بزرگ شهر، بعد از مدتی حسابدارش شدم، بعد از مدتی دومادش شدم. منی که الان بهترین تاجر فرش تهرانم، با این لباس جنتلمنم، میکروفون دستمه، من همون آقا دزدم که از خونه حاجی رفتم بالا. ببینید عزت یعنی این. من اگه بودم چیکار میکردم؟ تمام صدامو در گلوم آی دزد، نمیگم نگیم آی دزد، بگیم آی دزد. اما یه جاهایی میتونم چشامو ببندم، یه جاهایی میتونم ذلت رو با عزت عوض کنم، یه جاهایی میتونم تغافل کنم، تشخیصش به عهده منه. یه جاهایی من حاج خانم میتونم نبینم، یه جاهایی من حاج آقا میتونم نبینم. خب نبینم چرا؟ چون آخه با نمک شبای احیا که میشه از خدا میخوام خدایا شطور دیدی؟ ندیدی.
توقع دارم شترهای منو خدا نبینه، من مورچه های ملت رو میبینم، مورچه های عروسم میبینم، مورچه های مادر شوهرم میبینم، اما خدای شتر نه، شترهای منو نبین. این معامله بدجوری معامله پرسودیه ها. میتونم عزیز کنم یکیو. من باز تو زندگیم دیدم آدمایی که کارشون عزت دادن به دیگران بوده، هر جور که بلد بودن، شده به بدترین سطح زندگی رسیدن ها. از یه جاهای خدا آوردتشون بالا و دستشون رو گرفته که آدم مبهوت میمونه. تو اصلا نباید الان باشی، این بلایی که سر تو اومد اصلا تو نباید باشی. چی شد که اینقدر هستی؟ یه چیزایی دیگه است که واسه خدا عجیب مهمه، عجیب مهمه. اگه کارگر یه کارخونم، کارمند یه ادارم، هر جا که یه قاعده بگم عزیزان، هر جا رعیتی دارم حواسم به عزتشون باشه. این رعیت میتونه بچم باشه، خانومم باشه، کارگر ادارم باشن، من حاکم جامعه مردمم باشه، هر کسی رعیتش فرق میکنه دیگه. مدیر مدرسه باشم، رعیت‌های ما پرن تو عالم. خب پس آب رو جامد بود تو کلام علی سلام الله علیه. دو رو بخونیم، دو عجیبه. یعنی دقت‌های اهل بیت آدم رو واقعا. جانم آقا معذرت میخوام. یعنی آفرین، نکته قشنگیه. گویی خرج کردن آبرو فی حد نفسه اشکال نداره. من آبرومو خرج میکنم، معلوم میشه خیلی هم چیزه، قیمتیه، غیراتیه، چه میدونم هر چیه. چی به دست میارم؟ یه بار آدم آبروشو خرج میکنه واسه دین. آقا بچکون، هر چقدر میخوای بچکونی بچکون، اشکال نداره. من آدم سراغم میره پیش فلان تاجر، فلان رو میزنه، حتی او بیمه دم در وای میسه. واسه چی؟ میخوام فرض کنید واسه فلان یتیم فلان پول جمع کنم. این چکوندنیه که باز من اینجوری میفهمم، ما چکوندنایی که خدا با اون چکوندنا موافقه بذاری بچک، یعنی قطره قطره هایی که خدا جمعش میکنه. اما اگر نه، اون چکوندنه باز تو چیزیه که میدونم مصلحت من در نگاه خدای متعالی است، با شما موافقم، این چکیدنه کم میکنه. حالا اینجوری میخوایم معنی کنیم. آیا فرمایش آقا فرمایش دقیقیه؟ آیا هر چکیدنی کم میکنه؟ ازش این بر نمیاد. آب رو جامدون سلمنا، نگفت هیچگاه نچکان، نکند بچکانی. خب آب رو واسه چی میخوام اصلا؟ این باید یه جایی خرج بشه. آبرو تو خرج کن، اما کجا باید خرج بکنی؟ تو اون جاها مهمه. چی؟ رضایت خدا. آره دیگه. یعنی ببینید بازم دارم میگم، هر جا که تونستم ذلتی رو عزت. یه مثالی که بگم واسه محرمه، معمولا اونجا تو منبر تو محرم میگیم دیگه. میگفت که توی بازار، تو صفایه یه چیز، نه یزد، آره یا صفایه یزد، تو هم خیلی چیزا پیدا نمی‌کنی. توی صفایه یزد گفت دو سه تا جوون رفتن پیش یک حاجی بازاری، گفتن حاجی می‌خوایم واسه سیدالشهدا سلام الله علیه جشن روزه و این چیزا بگیریم، بعد فلان، نگو مبلغش چقدر. گفتم چرا؟ مبلغش رو نمیخواد بگی. گفت یه چک گذاشت جلومون، گفت بنویسید. گفت من به این نگاه کردم چند. گفت خب حالا که میگه بنویس، زیاد بنویس، بعد ما خرجش میکنیم دیگه. گفت زیادتر نوشتیم. گفتیم دو تا اسکا سه تا اسکا میزنیم، چه اشکال داره؟ گفت اونم بی آن که ببین دستشو گذاشت امضا کرد. گفت فوت شد. عالم شهر در خواب دیدش. گفت رفتم به تعبیر تو عالم برزخ، سیدالشهدا صلوات الله علیه که یا علی چی اون حدیث یا خار حمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، گفت نامه اعمال من رو ملائک آوردن، محضر سیدالشهدا سلام الله آقا هم دستشو گذاشت امضا کرد. اونجا عزت میبخشی، عزت ها رو آدم میگیره. به این شماره دو دقت کنید، دو عجیبه آقایان بانوان، عجیبه. میخوام بگم چقدر پس به من تدقیق میده امام،
شهاب ابن عبد ربه یه آدمیه، آدم خاصیه، روشم من خیلی کار کردم، الان نمیخوام دربارش صحبت، آدم عجیب غریبی. به هر حال میگه که به امام اوضاع مالیش خیلی خوبه، توپ شیعه امام صادق هم هست. میگه گفتم به امام صادق قد عرفت حالی و سعت یدی و توسعی علی اخوانی. آقا شما اوضاع منو میدونی، اوضاع مالیم توپه، دستم خیلی بازه، به رفقام هم میرسم. بعد یه مثال میزنه، فاصحب النفر منهم فی طریق مکه. یه عده رفقامو جمع میکنم، میگم بریم مکه، اما هیچ کی حق نداره دست تو جیبش کنه. من چی خرجم؟ نه مادر نه، چون مادر باید چیز کنن دیگه، بدن پولاشو. من نمیدونم چی خرجه، یعنی همه چی با من. نظرم نه، من اوضاع مالی خوبه، میبرم 20 نفر کربلا با خودم. اینجوری دست تو جیبتون حق ندارید بکنید. فاتوسع علیهم، لارجم خرج میکنم واسه شون. داره پیش امام گزارش میکنه. ببین تو رو خدا اینجا من وایسم چی میگم باریکالله، آفرین، طیب الله انفاسک مثلا. من دقت‌های اهل بیتو میگه تا گفتم آقا فرمود لا تفعل یاش، این کارو نکن. آقا داره میبره مکه، کاری نمیکنه که بیچاره، داره شیعه میبره مکه، اینجوری لارج خرج میکنه. آقا فرمود لا تفعل یا شهاب، نکن این کارو. ان بسط و بسطو اجحفت بهم و ان امسکو ازللتهم. اگه یهو تو که داری اینجور لارج خرج میکنی، اگه یه جا گفتید حالا شام امشب با شما، ها، این طفلی اومد یه چیزی رو میز بذاره، این که زور تو رو نداره، ذلیل میشه. اگرم گفتی شما چون ندارید نمیخواد هزینه کنید، باز ذلیل میشه. فاسحب نظراءک. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اون که آره. چی؟ نه آره، تو برو با همسطهای خودت قربت برام مکه. آها، میدونی امام نمیگه پول قرض نده برن مکه، امام نمیفرماید مساعدت مالی نکن به مردم برن کربلا، امام نمیفرماید صندوق خیریه نزن، اونا عالیه، اما تو یهو 20 تا شیعه برداری بری لارج خرج کنی. یعنی ببین امام چی میخواد بفرماید؟ میفرماید که حواست به عزتشون هست، شکمشون رو سیر میکنی، اون نگاه میکنه به سفره که تو انداختی، میگه من تمام زندگی رو بذارم مثل این سفره نمیتونم بندازم، چجوری جبرانش کنم؟ جبران که نمیتونم بکنم که، ذلت نفس پیدا میکنه. ها دوباره 3 رو بخونم، مال ابوبصیر از اصحاب خاص امام صادق. این شهاب خودش بود، ابوبصیر داره گزارش میده، میگه که به امام صادق گفتم یخرج الرجل مع قوم میاسیر. یه آدمی هست، یه شیعیان ماست، شیعیان شماست، با مردم میاسیر میره سفر. میاسیر یعنی چی؟ الان باید بگید یعنی میاسیر یعنی چی دیگه؟ چی؟ نه آها، یعنی آدم پولدار. یعنی همه چی یسره، همه چی اوکی هست، همه چی رلست، بهترین کلمه رلست. جان شاده به معنای توانایی دیگه، از یسر میاد. یسر یعنی قوم میاس، یعنی قومی که دستشون تو جیبشون حسابی میره، توانمند، داره همینه که بلدین دیگه. اما و هو اقلهم شیئا، این آدمه از همه‌شون سطحش پایین‌تره. فیخرج القوم عن نفقه و لا یقدره و ان یخرج مثل ما اخرجوا. اونا هزینه های حسابی تو سفر میکنن، این طفلی نمیتونه این کار رو بکنه، اما خودش رفته با اونا. حالا جواب دقت کنید. آقا فرمود ما احب ان یذل نفسه، من دوست ندارم خودش رو ذلیل کنه.
اصلا آقا نفرمود نره بره، فرمود چرا یه کاری میکنی ذلیل شی؟ ما احب ان یذل نفسه لیخرج مع من هو مثله. برو با آدمی مثل خودت، خب اون آدمه، یعنی بره با اونا. اینا همش شبیه فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه، فقط سیره است، یعنی هی مثالای واضحه، مثالای واضحه. 4 رو هم بخونیم، همش مال امام صادق عزیزمونه. فرمایشی داشتید؟ سلام الله علیه. آقا فرمود ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبة تذله. همونه ها، فقط به جای سوال چیه؟ رغبت. رغبت یعنی چی حالا؟ دیشب بود دیگه، لیلة رغائب. یعنی چی حالا؟ خواسته، آرزو، همون میل درست بود البته، همون حوائج. دیشب بود؟ امشب بود؟ دیشب بود. اشتباهی نخواسته باشیم ما قاطی پاتی بشه. امشب جان اصلا نداریش سالمه به انتفاع موضوع. فرمود که ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبة. چقدر بده یه انسان مؤمن یه آرزوی، یه حاجتی داشته باشه تذله، ذلیلش کنه. یه آدم میشناسم، نمیدونم والا، یه جایی گفتم، گفت آقا نگو اینو چون زیادن. این عشق ماشینه. یه لحظه وایسا آقا معذرت میخوام، میره اون ور خیابون یه ماشین مثلا ایکس، یه سلفی با این میگیره. یعنی عشقش اینه که یک لیست داشته باشه، عکس هایم مع پورش، مع بنز، من و بنز یهویی، ایشون. آقا بریز دور این فضا رو. بعد به این میخندم اما ممکنه قیافه من تو چیزای دیگه اینجوری باشه. اونی که واسه حجت الله مهم، عزت، سر عزت نفست وایس. و بعد خدا تدارک، تکافؤ میکنه. مامانای گران ارج، بابای عزیز، بچه هامونو باید عزیز بار بیاریم. اینه یعنی یه بچه‌ای که واسهش عزت نفس محور باشه. اصلا تربیت یه بچه عزت دار، عزتمند. بچه‌مو آره، یه مثال بزنم براتون، ببینید، یه مثال بزنم براتون. 2 تا مامان 2 تا مامان ببینید، این 2 تا مامان 2 تا رفتار دارن. البته هیچ کدوم مامان نیستن، اما بالاخره شما مامان بخوانید. هر دو تغذیه بچه رو گذاشتن صبح. الف میگه که یه گوشه‌ای وایسا بخور تا تش، تموم شو برو بچه‌ها بازی کن. یه مامان میگه که عزیزم با رفقات بخور، یکی نیاوردی بده به بچه‌ها. یکی نگاه کرد، عزیزم نگی نمیدم. 2 نوع تربیت، یه جا عزت مداری، یه جا غرور. این اسم غروره دیگه، یعنی فقط شیفتگی به خیشتن خیش و دارایی‌های خیش. درسته؟ یکی چه میدونم یه ویلا داره، آقا ما این تایما نیستیم، کسی هست استفاده کنه؟ از همین تغذیه شروع میشه. یکی هم یه ویلا داره، بعد مرگش تو انحصار بررسی فهمیدن ایشون هم ویلا داشت، چقدر میخواست فلانی بره، هیچ وقت نمیدونست که داره که میخواد بره. این 2 تا عزت نفس و ذلت نفس، ببخشید غرور و عزت با هم دیگه داره مقایسهش میکنیم توی جهت چجوریه. اینا مثالای مختلفیه دیگه. معلم مدرسه میگفت که مدیر حالا هرچی میگفت، دیدم که اومد دانش آموز گفت که آقا این ساعت زنگ تفریح من میخواید کمکتون کنم. گفتم که کاری نداری؟ گفت نه. گفتم مثلا بیا کنارم بشین دفتر واسه این کارو با هم انجام بدیم. گفت یه کارشو کرد، رفت سر کلاس. گفت مامانش 12:30 زنگ زد، آقای فلانی جواد حالش خوبه؟ گفتم که آره خوبه الحمدلله. واسه چی؟
گفت من مامانم حالش صبح شد، بیدارش کردم پسرمو، رفتم سراغ مامانم، نشد تغذیه‌شو بذارم، چیزی نخورده اومد مدرسه، خواستم ببینم قشی مشی ظرفی چیزی کرد یا نه. گفتم نه خانم حالش خوبه. تازه فهمیدم وقتی اومد گفت که آقا کاری داری برات انجام بدم، خواست کجا نباشه؟ زنگ تغذیه بچه‌ها نباشه. من میگم عزت نفس، گشنگی متحمل میکنم، گردنمو کج نمیکنم. یه خورده به منم میدی مثلا، خب یه گاز من بزنم، داریم ما نخندیم، یعنی یه بچه قد بلند، خب یه گاز من بزنم از اون ورش گاز بزنم، خب تیکه تیکه میچکونه که میخواد شکمو سیر کنه. نه نه نه، این که میخوام بگم اون بچه نیست. آره اون بچه نیست. حتی من نکته مهم میگم، عزت نفس لزوما دین هم نمیخواد. یک کلیپایی هست کار یونسکو، دیدی حتما شماها، اتاق تنها درست میکنه، دوربین مخفی اونجاست، بچه‌ها رو میرشونه، یهو ظرفاشون رو بچه‌ها باز میکنن، از قبل برنامه‌ریزی شده، یکی نداره یکی داره، بعد ریاکشن‌های بچه‌ها خیلی جالبه. مطمئن باشید تمام این ریاکشن‌ها تو خونه یک اثری داشته که این اتفاق افتاده. یه اتفاقی افتاده. باز خدمت مادرها که هستم، بحث شکم خیلی موضوع مهمیه ها، یعنی واقعا باز تو روایت هست فرمود که بچه‌هاتون رو عبدالبطن بار نیارید. من یه تذکر دینی بدم، اینی که به ما فرمودن حتی قبل از چیه بچه‌ها بلوغ فقهی شرعیشون، بچه‌ها تمرین روزه بکنن. این پیام‌های دیگه هم داره، بتونه گشنگی رو مدیریت کنه. بس روزه نیستا، بتونه تمرین کنه، بتونه یه مدتی نخوره و بمونه. اینا بسیار مهمه. اگه عبدالبطن بودم، گفت که اومدم خواستگاری و همه چی اوکی شد و دیگه اون روزی خواستیم بریم عقد کنیم و اینا، حاج خانم گفتش که حاج خانم من یه نکته گفته باشم که بالاخره عمر ما کوتاست و خود نخیل، پسر خیلی آقاست، به شرط یه گشنه نباشه. خیلی پسر خوبیه به شرطی که شکمش سیر باشه. اما اگر شکمش سیر نباشه، او و راستم میگفت، حتی من گفتم با درود خدا به این مادر انصافا که الان گفت چه قصه واقعا هست. حالا توی ما آقایون گاهی بیشتر هم هست این قصه که به شدت با گشنگی مشکل داریم. اینا تو کلمات اهل بیت علیهم السلام هست. کسی که نمیتونه از پس مدیریت بطن خودش، یه بار آقا نه واقعا داره از دست میره، اینقدر ترشحات مختلف آدرنالین میشه، نه آدرنالین اون که چیه، اون که دفلی هر چی، حالا نه یعنی ابتداییات مسئله گشنگی. این جمله رو بخونم تمام کنم. مولا فرمود الفتنتو تذهب بالبطنة. فتنه با ته دسته‌دار یعنی چی؟ شعور و ذکا و هوشمندی رو شکم مداری از بین میبره. اون بچه‌ها رو موافقم، مثلا یه دنیای دیگه است، اصلا بحث اونا نیست، دنیای کودکی بحث دیگه است، اما مال اوناست. آخریش رو هم بخونیم تمام. باز امام صادق عزیزمون فرمود والید العلیا خیر من الید السفلی. کسی معنا میکنه؟ چرا علیا آقای خوش اخلاق؟ آفرین آفرین. شما که داری تفقد میکنی، منی که دارم میگیرم، من دستم سفلاس پایینه، شما که داری تفقد میکنی. از این حد، از این جمله دست کم نزدیک 20 تا قاعده اخلاقی تربیتی استخراج میشه. ید العلیا خیر من الید السفلی، یعنی دهنده باش، گیرنده نباش. از دست بالا. بله بانو بفرمایید. چیو؟ قاعده بلد نیست، آداب بلد نیست.
درسته؟ بله آره کاملا با شما موافقم. بله یه مثال بی اسم بزنم تو قوم عزیز ما یه روحانی عزیز هست محل رجوع افراد مختلف تو حوائج مختلف مسئول که از بیوتات مراجع عزیز ماست معروف ایشون میگن که هر کی میره پیش ایشون کاری داره اگه حاجتش خب تونست بده که خب میده اگرم در توانش نباشه بنا به هزار دلیل اونقدر آقا برخورد میکنه اونقدر با محبت برخورد اینقدر عذرخواهی میکنه طرف وقتی میاد بیرون دستش خالیه روحش پره بله دیگه ولنت نداشتم بعد من تو کلمات پیغمبر خدا خوندم که هر کی میامد خدمت پیغمبر خدا اگر آقا در توان چون حضرت بر اساس ظواهر قرار انجام بده خب اگر نه حضرت باش برخورد میکرد به این به میسور القول چقدر جمله قشنگه به میسور القول یعنی چی میسور القول جان آفرین سخن دلنشین ها سخن نرم یعنی بر اساس حاجته دیگه میدونی بر اساس حاجته قصه اون خواستگار رو گفت زنگ زدم خونه یکی از بزرگان معارف برای دخترش واسه پسرم و خودم میدونستم که ما در حدشون نیستیم مالی علمی هر چی سید بود ما نبودیم همه چی گفت زنگ زدم و همه چی اینا گفتم تمام گذاشت من حرفم تا آخر رو تمام شد گفت که اولا من چقدر باید خدا رو شکر کنم که شما من و خانوادم رو اینقدر انسان حساب کردی که فکر میکنی میتونه بچه شما رو خوشبخت کنه یعنی اول این طرف دیگه چیز شد اوکی شد و بعد گفت بنا به این دلیل ما متاسفیم نمیتونیم اما باور کن من همین الان دارم حرم علی ابن موسی رضا مشرف میشم از طرف پسر شما و عروس آینده اینقدر گفت من به این میگم آقایی یعنی قاعده رد حاجت دیگه حاجتش که دست خالی اومد بیرون اما این دیسیپلین مهمه دیگه مهم خیلی خوب آفرین خیلی نکته قشنگی بود توی کرامت نفس و عزت نفس اینا اصطلاحاً به لحاظ منطقی با هم عموم و خصوصند هر عزت نفسی کرامت نفس هست بعضی از کرامت نفس ها عزت نفسه یه تفاوتای ریزی با هم در واقع دارن خیلی متشکرم جان ها شاخصهاش بگم شاخصه های عزت نفس تا اونجایی که الان تو یادمه و اینایی که میشه گفت حداقل تو روایت ما بین 8 تا 12 تا شاخصه برای عزت نفس شمردن یک انسان با حیا انسان عقیل یعنی شعور و عزت نفس پیوند داره معتدل انسانی که تو زندگی تعادل داره کریم النفس همین که بانو گفتن کرامت نفس داره عقیل و حیا و کرامت محسن اهل احسانه فرمودن دعا این تعبیر خیلی جالبه انسانی که عزت نفس داره دعا یعنی چی دعا زیاد دعا میکنه ربطش چیه میدونه عزت نفسه یه بند نافی داره که اون بالا وصله خانم کجایید خانم غرور کجا رفتن خانم غرور اینجاست که فرق میکنه یهو یعنی من غرورم مال خدا یعنی چی عزت نفس گفتن شاخصش دعاست یعنی خدایا من که میدونم اینی که دارم جای دیگه است تو تفقد کردی تو لطف کردی الهی لا تکلنی الی نفسی اینا میشه چی وقتی من اینا رو میگم از سویدای جان این دیگه غرور نیست خدای میدونم اگه تو نخوای همه چیز سقوط میکنه ها الهی این جمله چقدر قشنگه الهی ما بنا من نعمتن چی فمنک کیف میکنه آدم الهی ما بنا من نعمتن فمنک اینو به خدا زیاد بگید خودش یادش بگید خدا هر نعمتی هست از این منش چیه نشویه یعنی از تو اومده و این میشه فاصله بین غرور و در واقع حالا اینا فعلا خانم یادم میاد دیگه بعد حالا سر فرصت بقیش بهتون میگم جان
آره یه جلسه ای نمیدونم جلسه چندم بود، نمیدونم خدمتون بودم یا نه، همینجا تعادل رو بحث کردیم، یعنی افراد تفریط رو گفتیم. خدمتون بودم اون تایمو؟ اونو ببینیدش، اگر نبود مطرح کنید. چرا؟ سنجه هایی دادن، چون اگه خودم باشم که کس نگوید که دوغ من ترش است، همه میگن من که متعادلم، شما افراطی هستی، او تفریطیه. چه شاخصه هایی هست برای تفکیک افراط، تفرید از تعادل و بیرون رفته او؟ تو اون جلسه، چون زیاد 2 جلسه اصلا بحث کردیم استثناءً، همیشه این 2 جلسه رو فکر کنم اونجا گفتم این فضا رو. تو اونجا آره عزیزم، تو همینجا جلسه 11 هم فکر کنم 7 و 8ش بود، تو کانال آفتابگردان اون فایلش اونجا موجوده. چی 6 و 5 و 6 و 6 و 7 6 و 7 این دعا رو بخونیم جونم. بفرم. مضموم، آفرین. یعنی ما غرور مثبت نداریم. من میگم اون داناییه، یعنی ببین مثلا شما چه سمیعی میرید میگه فقط عمل ولا غیر، اسم این غرور نیست، اسم این علمه. فقط باید جراحی کنی، اسم این علم، اسمش غرور. غرور اسم جهل میاد. اون چی؟ آره مثل تسلب، اونی که یه تکه دانشه و بر اساس دانشش داره حرکت میکنه، این در واقع نورشه، نه غرورشه. غرور کلن مذمومه. تکبر یه استثناء داره، اونم کیه؟ تعامل با متکبر، اونم به شرطی که من دارم کار تربیتی میکنم، یعنی با تکبر او، با تکبر برخورد میکنم که مزهشو بفهمه. این دعای لذیذ رو بخونیم، یه کوچولو شرحک بکنم. فرمود چی؟ یا من ارجوه لکل خیر، یعنی یه آدم عزیز اینو که میگه کیف میکنه. یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر. یا من یقتل کثیر بالقلیل. اینا باور آدم داره، باورشو میگه دیگه. بعد یا من یعطی من سأله، اما اینجا درست نیست. یا من یعطی من لم یسأل و لم یعرف، یعنی قبل از اینکه درشو هم بزنم خدایا پلیز هلپ می، ولم یعرف. چرا؟ تحننن، اینا علتشه، مفعول لاجله، تحننن منه و رحمه، چون تو حنانی، چون تو رؤوفی. حالا که این ریختیه چی؟ اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الآخرة. چقدر دریا میخواد. بعد اون جمله آخرش چیه؟ اون جمله معروفه چی؟ دستتو بگیر چی بگو؟ خب این همه اوصاف خدا، چرا اینجا این صفت؟ یا ذل جلال و الاکرام، یا ذن نعماء و الجود. اعتقاد، ببین اعتقادات بیداد میکنه دیگه. یا ذل من و تول حرم شیبتی علی النار. این تمام این حوائج باز میاد توی این. اینجا امام فرمود که دست تو به چانت بگیر، نه به محاسن، به بانوان و اینا نداره. چانه نشانه چیه؟ بیچارگیه، نشانه در واقع عجز، لابست. دست تو به چانت بگیر. اینا باید چجوری باشه؟ اینجوری نیستا، اینجوریه، یعنی حرکت خود انگشته. این توی اون فضا بیچارگی و عجز و لابست. این آدم اینجا در شکوه ذلته و در تعاملش با مردم در اوج در واقع عزت. از توجهتون خیلی متشکرم، خیلی ممنون هستم. انشالله که خدای متعال این ماه رجب رو ماه فرج امام زمان سلام الله علیه که عزیز عالم هست و ایها العزیز هست، انشالله برساند به صلات علی محمد و آل محمد.